هران دوره گل من به هران تاکی انگوری حسینی جدایی فرزند و پدر دوره گل من زخم نسور گل من اگر دختر مردیدیم به جای اول سلام بگیم دیوم دوای اگه پرسید که گیلک بابا میشته شده بگیم بریک شده مثل گوسیای چه کار سکته کردی؟ ها چه کار گیلک دل دلبند به بفتو بگی که موتر چالان شد برو بخیر چالان میشی برو تل بند کرد چی میگی آقا توی مدل گریه من یاد بمیای از این دخترک من دختر خود تو دل به چک میکنه گیلک 2 شب 3 شب میشه که مادر یک سره از این دختر تو میگه که میگه گیلک میتا مستقیم ساعت تنور وقت دختر خود به تنور انداخت به تنور انداختم نیه اصلا من کسی نیه از تو بپرسه تو چرا به حرف می ماما خوب ماما با جلو روی که آخه من به تو مادر میگم ماما از این دختر از این به تنور انداخت ماما من گفته که یک زرگم ایتا بشه یک وقتی به منجی میری گیلک سکو من به تو چی میگم حال هر کس ایتا مادر میگه زنده و زار ساعت تنور گیلک وقت دختر خود به تنور که سر بسته که بیلا کم کجا میری؟ میرم برو خو حال فایده نداره میرم حال کار تیر شد دختر خود عروس که دی برای کار خود به تنور انداخته حالی میری حالی که به روح هم بری فایده نداره آدم نافهم از اول فکر خود نمیکنه حالی که دختر خود زنده و زار به تنور انداخت حالی با ماه به روح خود بره حالی که خود به دال هم بزینی فایده نداره دیونه اول باید فکر خود میکنی اتفاق که از این زنت هم بپرسم بعض آدم ها فهمیدی بله سلام علیکم خاله جان خوبه شکر خاله شکری بخیر کینی نانه زنده باشیم بشتاختیم من نه بگو بپرسدت چی میبینم تو گیلک عبدال گیلک جونانه بگو چی میگی به چی بگو زنده باشیم خاله جان مردم به من میگن دختر خود تو به تنور انداختی راست میگم دیگر بگو کباب شد آشتم من نمیفهم آبا جو ماشید بلد دیم ندارم آبا بلد نیست نه چاره میگم پر راست میگم شما از ما کلونترین یک شو دو شوی نه دختر خور به تنور کردی ساعت تنور بسته کردی به خاطر که تو زن تو ابدالی هر کس که من دعا میکنم نفرین میکنم کمی جلو روی به می دختر تو کت خیر نبینه هر کس که مای باشه سیستمی دختر از جوان جایل تو رو به تنور انداخت سر تنور رو هم بسته کرد حالا من دختر خود به تنور انداختم ما خاله پس چه کار کردی؟ هم دختری که به پیش تو نباشه انگار که به تنوره دیگه سال خبرداری هم دختر تو کجای چه کار میکنه لط میخوره نون به زو میدم گپ نمیزنم زندگی دختر خود شما خراب کردین کی ماز خراب کنم چه قربه کردم وای چیه؟ یعنی خاک به سر تو یعنی گیله خاک به سر تو چرا؟ یعنی خاکای 7 عالم به سر تو دختره خود زنده و زار به تنور کردی یعنی کاری بود کردی اصلا کسی نی از تو بپرسه تو از 4 تا کلون از 4 تا ریسفید ریسیا همسایه قوم خیش نپرسیدی دو دختره خوب نختی به تنور کی به تو گفته بود بیچاره خدا میچون میبینی به جون تو تکه تکه میکنی
اون زخمتو نمک پاش ندو این کارو نمی کردی. تو زن تو از بست بیعقلی، تو زن تو از دست نافهمی، هر کاری را پیش خود سرسفیدی میکنی میری میکنی، از ردم ایچی به ایچی، هر چی خطی که به روی کشیدی چوف. والله خیلی فضا. کی به تو گفته بود ها؟ من چی میفهمیدم که دختر من میره به تنور میره؟ من چی میفهمیدم که من دختر خود به تنور میکنم ها؟ اشته نمیفهمیدی؟ من که من دختر خود به تنور میکنم، سر تنور را بسته میکنم. خیلی تو بیعقلی، تو به حرف 4 تا قانون نکدی. گناه امو کی به که جلو روی کرد؟ ماما تو جلو روی کرد. الان من نباشو امو ماما هم زنده و سال خودی دختر تو به تنور میکنم. ایت یلا نمیدون، ایت به این نونه گندو میکنی گپ خوردی نیایی لب. آلی که هرچی افسوس بخوری به روخو بری بزنی گیره کنی ایچی به ایچی فایده نداره. خدا تو ما شکر تو خدا نده که غار بخورینه. دخترک من تو به تنور انداختی. ما شکر خیر عجیبونی خود نبینی. برو گیلک رد گپ پیله کن. مادر ما شیر میگه دختر گیلک با کلانی افغانستان بله نبود. دختر خوب انسان 10-5 هنر، دختر خوبی بود اما پیر بیعقل نافهم و نادونی. خودی مادر کاتی و اون بنداخت به تنور. برفی که 4 تا کلون نکن آدم میتن آخر عاقبتی. برو دگه تو زنگ مای چکا تو زن خوب خیلی کشی زمزله شه، تو زن تو بزه خونه شید. خیلی از این زندگی که میکنیم شما تارتوقا بیتره. برو با کنکبات بیایی. چه وای 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 وای. برای بسته بر رو تو واشه، دیده ای زخم تو مرهم نداره. اگه خیر نبیدی راولوگرار هم این نقطه اشتری جان شما دور تیار هستی تیار هستی شکر زنده باشین. زنده باشی. اما شاگل جان من بیامدم که چند کلمه گپ برای شما بزنم. خب بگو. شما چه کار شد که همین دختر همین گیلک بیچاره رو به تنور کردین؟ کار خوبه کردیم آیا شما؟ خب یعنی ما که حتما نگفتم دختر خود تو بده. ما گفتم همین آدم خوبی هم داره هستم، پولدار هستم، دختر خود بده برای بچه هدی. شما ما شاگل به شناسیت خوی کار کردیم که قیم شما بود، باجه شما بود، به بچه باجه خویستاندیم. این کار خوبیت نداره. شما وعده که مثلا اگر این کار نمیکردین دخترک از رو به یک جای مینداختین که لاقل هم دست خود از اینکه دختر میرسید. شما دختر از این انگار کنیم میته بپروندیم که با سالها دیگه دختر کار نمیبینه. این کار خوبیت نداره. ما حالا کم هیچ کاری نشده، هیچ مشکلی نیاد نمیگه نرکم. این وعده که شما به سر سفره با خود دعا جمع کنیم با خود نفرین جمع کردیم به خاطر ازی که او دختر هم پیر سادیه هم مادر سادیه. اگر شما با خود دعای جمع میکردین دخترک از به جای عد میدادیم که لااقل برای شما دعای میشد. حال دخترک از شما به تنور کردیم، ساعت تنور را با بسته کردیم. شما کجا، پاکستان کجا؟ از این جیت این چند کرایه بده که تا اونجا برسه از دختر بی خبر بگیره. هیچ مشکلی نیست که من میگم همیته بخو. هیچ مشکلی نداره دختریو. پولدار هستم، دارا هستم، آخه اینا بچه باجه منه او. ولی من امیر میگم تا به مثل شما همین تا آدم ها باشه تمام این دخترها همگی اینا به تنور میکنن.